درجه سنبلا قطع مرمی در فرقت میزد، تو حق نداشتی چیز بگی. سال روز قهرمان ملی بود. در مواد فروشی خانه ها عکسش بند بود، تو حق نداشتی بگی که چو برادر چرا این رقم است، چون قهرمان ملی بود. اینی برند خونین است. مثلا اینی برند مسعود تمرکز کردیم در اون کتاب. او بسیار کتاب چی هست، او نمایه هایی را نشان میده و موضوعات را که نشان میده که پیدا بود. من دوستای عزیز امیال که لایو من ختم شد، من کوشش میکنم که لایو من خلاص شد. اگر دیدم آغاز یا دوستای عزیز که لایو داشتن من میرم در لایو های از اونا، اما به ما با کوشش میکنم یک تریلر ابتدایی از این کتاب نو خود من چی کردیم ساخته بودم که همون رو پیدا کنم در همین صفحه بانم یک بار ببینین. با سر تریلر عمومیش کار میکنیم. خاطره ها نوشته میشه برادر، خاطره ها نوشته میشه. خاطره ها را حق داری بنویسی. من یکان تا از این بانوان او رقمی را که میبینم چی کنم، فرض مثال دوستایی که در دوران ببرک کارمل بندی بودن، فرضاً یگان وقت که دوستای پدر ما و پدر ما اینا از یک واژه دیدار تا قیامت چند شاور است برشان. با آدمایی که در سالهای 1360 و 61 62 63 در دوره کارمل بندی بودن، با آنایی که در دوران حفیظ الامین اینا بندی بودن، دیدار تا قیامت یک واژه است که مو بر تنشان راست میکنه برادر. میگه شبانه در وینگ های ما دروازه ها باز میشد، یک سای منصب و 2 عسکر، فلانی ولد فلانی، 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 بلند شوید. میگه چیز را قد خود نگیرین. میگه این بلند شدگی ها با شیشتگی ها میگفت خداحافظ، دیدار تا قیامت، دیدار تا قیامت، دیدار تا قیامت. و این دیدار تا قیامت میشد. هیچ وقت دیگه اینا بر نمیگشت. زیر بلدوزر میشدن، برگبار بسته میشدن در پیلیگون های پلچرخی. اینان یک آدمی که در سالهایی که در زندان پلچرخی سپری کرده، اینی واژه دیدار تا قیامت برش چند شاور است. اینی کارملی را که من دوست دارم، برای اونو آدم کارمل وقتی که میگه مویای جانش راست میشه، وقتی که دکتر نجیب میگی برش چند شاور است، وقتی که زندان مسعود میگی چند شاور است، وقتی زندان هر کدامی از این اقتدارگرایانی که در حکومت‌های خود زندان‌ها داشتن و بندی‌ها بودن و ما بندی‌های گروهی داشتیم چند شاور است. کلی از اینا چند شاور است. فعلا هم بعضی مردای زنده است که وقت دشت لیلی برش بگویید نمیتونه تحمل کنه. واژه دشت لیلی رو تحمل کرده نمیتونه، به خاطر که اینی حادثه میآید با بعضی از اینمی واژه میآید با بعضی از حادثه‌های بسیار خونین در زندگیت گردان میشه و در هر گردان خود یک تنفر، یک انزجار، یک بدبختی، یک حالتی که به قلبت با شمشیر بزنن اونو در ذهنت ایجاد میکنه و اینی دردناک است. اینی درد چی رقم میشه؟ یک هنرمند اینم درد توسط هنر موسیقیش چیخ میزنه. یک نقاش اینمی رو توسط هنر نقاشیش ترسیم میکنه. یک فیلمساز اینمی رو توسط هنر فیلمسازیش فیلم میسازه. اما یک نویسنده مجبور است که توسط هنر نویسندگیش بنویسه، ورنه انفجار میکنه.